فلانی برای سیاست ساخته نشده است، چون در دنیای سیاست باید احساسات را پنهان کرد و زبان را نگه داشت. حالان که اردشیر نه میتواند زبانش را نگه دارد و نه میتواند دوستی و دشمنی خود را پنهان بدارد. بنابراین این چیزایی که چیز شخصی است و خاص قبل من نه امریکایی هستم نه پاسپورتش در بیت دستور رو نظرم میگم آزادم، از کسی هم باکی ندارم و فراری دارم، زنده یا مرده 100,000 تا جایزه بود. پدر من که یک تلگرافی به عرازت فرستاد که مردم منتظرتون هستن تشریف بیارید. اعلی حضرت میخواست که ما از ژاپن هم جلوتر بریم. این دروغ گفتن ها هممون رو به این روز انداخت. بنابراین یه چیزی که غلط. پدرم نامه به من نوشت که تو باید وفادار با شاه باشی. ایران از لحاظ استراتژیک خیلی باید حق ایران مال ایرانی است، چه کسی بخواد. چرا جریان بحرین من بودم مسئول، اگر خیانته یا نه انجام دادم، امضاش من کردم. ایرانی بزرگترین ظلما بهش شده، باهاش میسازه. این آدم برای مملکتش خدمت کرد. من افتخار بهش میکنم، افتخار بهش میکردم، افتخار بهش خواهم کرد. از این 82 میلیون 60% باسوادن، 20 میلیون اینها زنن. بنابراین قدرت زنه نشون، مساوات بین زن و مرده.